بینگر به صنم خانه حوران بهشت، در روی زمین بهشت همین چارچمن است. چارچمن در رشته تصویر طبیعت شناسان و جهانگردان راهی کشاده، بیمانیه، زمین سبز و خورم، گلزار شکوفا، یک گوشه زیبا منظر و معجزه زایدالوصف در پاکبوم بکر و زیبای درواز کنونی دهه پدکناب جماعت دهات قلعه خم که اندر ستایشش نه سخن کارگر می شود نه رنگ. شاهکاری های بی‌نظیر و سحرآسای طبیعت پرشکوه و گاه دهشتناک، قلعه های آسمانبوس بارخ سفید، برف های دائمی زینت یافته، آبشاران زلال و مصفا، هوای معطر از نکهت گل و ریاحین، دره های تنگ را در چارچمن، چارباغ نظرآبا، روحانی روس دیده با دریافت لذت، رهایش و کیفیت خاص جسمانی و روحانی قلمداد نموده که من در چارچمن پاره از بهشت را دریافتم. افسانه است، افسانه. همه این آبادکاری ها پیش از همه با دستور سفارش های به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمانند که خود به این موضع 6 مراتبه تشریف آورده است و البته هر یک تشریف، هر یک قدم پیشوای معظم ملت به این مکان توانستند که آبادکاری ها و سازندگی های نو به نو را پیش بیارند که توانسته است امروز بسیار سیاحان داخلی و خارجی را به خود جلب نماید. واقعا هم چارچمن با واقعیت طبیعی و جغرافی خود یک گوشه دلفریب و نظرآبای استراحتی و معرفتی است که با بهره‌مندی شهد استقلال وطن بر طبق دستور راهنما و آینده‌ساز پیشوای معظم و فیض‌پرور ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از حفاظت ایاد صحابی، شیمه احسان و جوانمردی، سمت کرم و نکوکاری فرزند لایق دیار شیرعلی کبیر بنیاد یافته مورد استفاده عموم قرار گرفته است. ما باوری داریم که در آینده از جانب این فرزندی که این موضع را آباد زیبا نموده است باز کارهای سازندگی و بنیادکاری دیده می شوند و در آینده امید است که صف سیاحان داخلی و خارجی برای تماشای این موضع زیاد می شوند. چارچمن چون چارباغ‌های طبیعی و ملی و عنعنوی شرق با زمین سبز و خورم، رود عظیم کوهی از میانجا جاری، آبشاران زلال و مصفای نقرتاب چشمساران، دره‌های تنگ، شرشره‌ها، درختان میوه‌دار و سایه‌افکن آرایشی به ترتیب کاشته، گلزار شکوفان و کوچه‌باغ و گلگشت‌ها، سبز میدان و حوض و فواره‌ها، جوی‌های دامن کوهی و شرشره‌های ساخته اطرافشان کرسی‌های نقشین گذاشته، گل و رستنی‌های سبز در ظرف‌های سنگین کوچک کرده، دره‌های تنگ و منظره‌های دلفریب و نظرآبا، جای‌های سیر و گشت سیاحان و نوعروسان یک نوع بارگاه فراغتی و معرفتی است که پسند عموم، جهانگردان و طبیعت دوستان صاحب فضیلت و روشنرای داخل و خارج کشور گشته است. در استراحتگاه تمام شرایط‌ها مهیا بوده. آن نفرانی که به اینجا برای تماشا یا که برای استراحت می آیند خدمترسانی برای آنها با طور رایگان به راه مانده شده است و همه شرایط هایی که برای آنها ضرورند در این استراحتگاه یعنی مهیا کرده شده است. این پاره خاک قدیم و بینای عظیم درواز در صفحه از خاطرات مرد معنی و روشنراه عبدالله رهنما با لفظ گوارا سخن موزون و عشق شدید بر این معنی ستایش شده. چارچمن فراغتی پدکناب که در همدستی موزون انسان و یزدان زینت یافته است، صحنه بی‌مثل از توازن ذوق با خیرت، آمیزش رنگ با اعجاز، پیچیدن روح با کوه، همنشینی طریق با فردا، تسلیم سنگ بر انسان، همخوانی نباتات با حیات و آشتی طبیعت با فناآوری را پیشکش مهمان می دارد. اگر شب در این دوردست آب و انار و افسانه به سر برید، خمار آن را عمر بدل خواهید داشت. پس خوشا بر حال کسانی که عمر را در این بهشت به سر برند.
و تماشاباب زیادند و یکی از این مکانها چهارچمنی دهه پتکناب می باشد که با منظره های دلکش زیبایش امروز نام برآورده و زبانی گشته است. به سرچشمه های تاریخی نگریم، این موضع شاهنشین و بعداً میرنشین بوده است. با پیشنهاد یکی از دانندگان خوبی تاریخ این دهه و این دیار، حاجی صوفی خان خارکش، نامگذاری گشته است و به خود نام چهارچمن را گرفته است و البته این به اساس نیست. اول اینکه نام تاریخی است و دوم اینکه از 4 قسمت عبارت است که این 4 قسمت به خود باد و هوای فرق کننده دارد. از همین لحاظ به این چهارچمن نامگذاری گشته است و گذشتگان ما و امروزیان چهارچمن را با دید خود وصف می نمودند، یعنی صفات می کردند. در بعضی جایها چهارچمن با نام طلسم حیرت نیز یادآوری کرده شده است و من که خود زاده این دهم دریا دارم که سالیان نه چندان دور این موضع چگونه بود و امروز چگونه است و البته خوب دریا دارم که بینای داشت که عبارت از 3-4 حجره بود و فقط باد و هوایش، یعنی منظره های دلکشش در همون دوره هم بسیار سیاحان داخلی از جمله خارجیان رو نیز به خود جلب می نمودند و امروز ما می بینیم که این مکان به چی اندازه زیبای و با منظره های خودش، با منظره های دلکشش چگونه به یک موضع تماشاباب تبدیل یافته است. واقعیت جغرافی این چهارباغ حلاوت بخش جانهای خسته در 2 ساحل رود کوهی پتکناب و ریزشگاهش رود سرکش 5 با طبیعت خداداد آرزوی در دل کس جای می نماید که طول حیات باری هم باشد از این چهارباغ سحرآسا و فراغت بخش دیدن نماید. جالبیت اساسی چهارچمن با این طبیعت پرشکوه از اختلاف های عبارت است که معمارش با اندیشه و عقاید سالم، پیروی از خرد روشنبین، سال تا سال با آرایشات عجیب، تجدید از نوسازی ها به حسن این چهارباغ زمانوی، حسن باز هم دلفریب و نظربا ضم می نماید. بنیاد و مورد بهره برداری قرار داشتن تالار معاصر کشاده ورزشی، طربخانه خوشطرح زمانوی در ساحل رود پتکناب، کهن آسیاب بابایی، همچنین بنیاد و مورد استفاده قرار داشتن مهمانخانه خوشطرح زمانوی چهارچمن خیلس به این چهارباغ فراغتی و معرفتی جلوه تازه بخشیده درک از آینده نیک و باقراری این گوشه بهشت‌آسای کشور می‌دهند. چهارچمن خیلس مهمانخانه تازه بنیاد و زمانوی است که با مقصد جلب توجه جهانگردان داخل و خارج کشور، آبادی یک گوشه دیار، تأسیس جایهای نوی کاری از جانب معمار این استراحتگاه زمانوی ساخته و استفاده داده شده است. بنا دارای 25 حجره استقامتی در 3 آشیانه بوده. با مورد استفاده قرار دادنش 20 نفر ساکنان مقیم دیار صاحب جای کاری دائمی گشتند. دارایی‌های این مهمانخانه معاصر، مبل و تجهیزات، لوازمات داخل بنا جوابگو به طلبات معیارهای جهانی تأمین گردیده است. استراحتگاه چهارچمن در مجموع دارای خدمت‌رسانی‌های وسیع سطح جهانی، بخصوص سیاحت جهانگردان به موضع‌های تماشاباب تاریخی و طبیعی پیش‌بینی شده. آینده اینک در رشد سیاحی این کساره کشور دارد. باید گفت که بنیاد این چهارباغ استراحتی و معرفتی با آینده بینی و آینده سازی از دستور راهنمای پیشوای معظم و فیض‌پرور ملت محترم امام علی رحمان سرچشمه گرفته طی 10 سال اخیر بخصوص در دایره آمادگی به جشن نشاط و کمالات 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به پاره از بهشت واقعی تبدیل یافته است که توجه هر بیننده را با دلفریبی و نظربایی به خود جلب می نماید. از اینجاست که با خواست دل و کار عظیم ملکداری در 6 سفر خویش به دروازه بدخشان درواز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از چهارچمن دیدن نموده برای آبادی و شکوفایی این چهارباغ سحرآسای وطن به معماری آن از تجربه اندوخته مصلحت‌های مفید و آینده ساز دادند. باعث خوشحالی و شکرگزاری مردم صاحب فضیلت و روشنروی درواز هم گشته است که امروز در برابر سیاحان داخل و خارج کشور از این استراحتگاه معاصر وطن والا مقامترین فرمانروایان و دولتیان داخل و خارج کشور دیده نموده با برداشت حلاوت، رهایش و لذت خاطرمان به دیار خود باز می‌گردند.